از تقدیمات سیجون پروداکشن. من یک مردم، همونیم که اگر دلم بشکند فریاد نمیزنم، مشت به دیوار نمی کنم، پشت سری هم سیگار دود نمی کنم. فقط گاهی ممکن است از سر ناسازگاری از شب تا صبح اشک بریزم، به صدا بداری کشم از غصه ها تا گل لبخندم برای صبح فردا شکفته شود. ترانه بخشیده می شود از نام شراف‌الدین به دوست دخترش فرزانه. یک روز یک جوان با نام شراف‌الدین با این سخنها به گفتن قصه خود شروع کرد. نمیدونم خوشی هایم چرا آنقدر کوتاه است که هرگاه می خندم دلم به صدا می گیرید. تو زندگی سختی ها و رنج های زیادی دیدم، اما با امید آنه که همش خوب می شود گفته تحمل کردم، به خبر از آنه که بعد این همه سختی ها درد تو دلم جا می شود که گذشتم دیگر نزد این هیچ است. سوزش قلبم دو چند گشته است. نمیدونم این تحمل ها تا به کی است. سال 2017 برای کار به مهاجرت به شهر مسکو آمدم و کار خود را در کارخانه به حیث کارگر شروع کردم، به خبر از آن که با پای خود دوان نزد غصه های تقدیر آمدم. ناگهان بعد چند ماه یک دختر با نام فرزانه به این کارخانه به کار در آمد. برای اولین بار از یک نگاه عاشق شدم، عاشق دیوانه. با این دختری که حتی درباره‌اش چیزی نمیدانستم، چشمان زیبای شهلایش عاشقم کرد. خلاص او را دوست داشتم تا دلم ناگهان و بخبر جا شد. از یک طرف غمیداری از پدر و مادر و از طرف دیگر درد عشق عذاب میداد. گهگاهی دلگیر می شدم، درونم آتش می گرفت، گویا خوشی برام وجود نداشت. حتی آب از گلویم نمی گذشت، خوب از دیده هایم پریده بود. این چشمان بجز او کسی را نمی دید و قلبم بجز او کسی را نمی خواست. به خلاصه اومدم که با او دردم رو بگویم تا ذره سبک شوم. یک روز با نزدم صدایش کردم و هر چیزی که تو دلم بود یک براش گفتم. اما دختر پیش اویله دار بوده است. چون یک مرتبه که شکست خورده است برام گفت شراف‌الدین التماس مرا ببخش. دیده و دانسته حیات تو را سوزاندن نمیخواهم. تو و مادر تو، اویله تو آرزوهای زیادی دارند. اونا توی تو را دیدن میخواهند. تو را در تخت کنار عروس دیدن میخواهند، نه کنار منی از اویله جدا شده. هرچند شنیدن این سخنها برایم سخت بود، ولی این در نگاه من ناعیان بود. برام فرق نداشت که بودن و چگونه بودن. یا گفتمش مهم کنارم بودن توست. خدا خواهد همه مشکلات را یک جا پشت سر میکنیم. ولی جوابش مرا کشت که برام گفت من به یک شرط راضی میشوم و همیشه کنارت میمانم. تو به وطن بر میگردی، آرزوی دل مادرت را عملی میکنی، به خونش کلینی خواستش را با تو میاری. بعدن اگر اونقدر که دوستم داری با تو میمونم. اما میترسیدم از آنی که او را از دست ندهم. من به خاطر او به شرطش راضی شدم، اما او را صدقاً دوست میدارم. باور کن اپا جان، با قلبی پر از احساس میگوید شراف‌الدین. او در زندگی رنج‌های زیادی کشیده است، چون هم پدر و هم مادرش را از دست داده و با وجود اینا راه گم زده راه زندگی است. بخت خود را نیز گم کرده است. میخواهم تا ابد کنارش باشم، تا غم‌های گذشته‌اش را از قلب و وجودش پاک کنم. بعضن با رشکایش ذره عیان میکنه که دوست میدارد، ولی بازم اون دوستداری را تو قلبش پنهان میکند.
зеро ҳар рӯзи мо бо ҷанҷолҳои рашкини ову ман мегузарад. аммо ҳамон қад меҳраш то қалбам бештар мешавад. зиндагӣ, маро ту ду роҳҳое гузоште ки ҳайрон мондам кадомашро интихоб кунам. ба падару модарам чӣ гуна фаҳмонам ҳамаи инро? аз як тарафуно, аз тарафи дигар ман намехоҳам ин духтарро аз даст диҳам. воқеан ҳайрон мондам. аммо ба наздикӣ ба ватан меравам. барои розӣ кунонидани падару модарам хоки пояшон мешавам. қалби волидайн ки хеле меҳрубон аст, шояд ба хотири хушбахти ман ба ин кор розӣ шаванд. чӯ бидуни ӯ наметавонам зиндагиамро ҳатто тасаввур кунам. на хоб то чашмонам ҳасту на нафаси амиқ то гулӯям. фарзона азизам, ту фикр накун ки ман барои бунёд кардани оила ба ватан меравам. ман ба он хотир ба шарти ту розӣ шудам ки туро аз даст надиҳам. фақат ҳамин. ту намедонӣ ки чӣ қадр дӯст дорам ки то либоси аросӣ туро канори худ бубинам. аз ту фақат як хоҳиш дорам. азизам, ҳеҷ гоҳ нагузор ғамгин бошӣ. то омадани ман худро эҳтиёт кун. ба хотири ту тамоман тарки ватан мекунам ё туро ба ватан бурда келини модарам мекунам. аз ин ду якеро интихоб кун. خیلی دوست دارم عزیزم. با احترامی بیاندازه عزیزت شراف‌الدین. بهترین سرود و کلیپ های نو از جانب سیجان پروداکشن تقدیم می گردد.